به نام خدا. امروز 15 اردیبهشت ماه 1404 که من این کلیپ و این فیلم رو دارم برای ملت عزیزمون دارم میگیرم و مخصوصا برای مسئولینمون. من از همینجا که تقریبا از ساعت 11 ظهر برق رفته، الان ساعت 1 رو به 3 بعد از ظهر، تقریبا 3 ساعت و 45 دقیقه است برق گاوداری ما رفته. البته نمیخوام بگم موتور برق داریم، ولی خب حالا نه هم نصب نشده، هم که موتور برق 4 ساعت جواب کار ما رو نمیده، اونم مشکلات خودشو داره. ولی من از همینجا از مسئولین جمهوری اسلامی با کفایت جمهوری اسلامی، از رئیس جمهور گرفته، هیئت وزیران گرفته، معاون آقای رئیس جمهور آقای عارف گرفته، از نمیدونم رئیس قوه قضاییه گرفته، از رئیس قوه مقننه گرفته، مجلس گرفته و از رئیس جمهور، از همتون خدا شاهده کمال تقدیر و تشکر داریم. من پورعلی که گاودار هستم، 4 ساعت پیش این گاوا باید میرفتن شیردوشی موندن، سینه هاشون همه داره میتره که همشون ورم پستون میگیرن. من نمیدونم واقعا، یعنی جای تقدیر و تشکر داره که مسئولین ما صبح تا شب همتون دم از این میزنید که آقا ما به قله رسیدیم. و تنها حرفی که شما مسئولین با کفایت جمهوری اسلامی درست میگید همینه که ما رو به قله رسوندید. چرا که به قله که میرسید، بالای قله دقیقاً الان روز حال ما مردم ایرانه، مخصوصا تولید کننده ها، مخصوصا دامدار، مخصوصا کشاورز، مخصوصا کارخونه دار، شهرک های صنعتی مثل شمس‌آباد، شنزاد و نمیدونم شهرک کاسپیان. برید ببینید 4 تا مسئول با کفایت بلند شه با وزیر و معاونینشون بیاد ببینن چی به سر ما اومده. بابا هنوز هیچ اتفاقی تو این مملکت نیفتاده. امروز 4 ساعت برق من رفته، من اینو برم به کی بگم؟ این گاو باید ساعت 11 ظهر دوشیده می شده، الان ساعت 1 رو به 3. والله نمیدونیم چیکار، فقط تقدیر میکنم که ما رو به قله رسیدیم. چرا که به قله که میرسی، بالا قله نه آب داری نه گاز داری نه برق، بالا قله هم همینه دیگه. ما الان تو وسط 1404 ما الان میبینیم به قله رسیم. والا بالله ما گناه نکردیم که داریم برای این مملکت تولید میکنیم. آقای وزیر جهاد، آقای وزیر نیرو، بابا شما که هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده، الحمدلله، نه جنگی شده نه چیزی شده، این شرایط کشور برق ندارید. الان هنوز برج 2 هستین، 2 ماه دیگه اینجا میشه 50 درجه. بابا یه مسئول به داد ما برسه. بابا فرماندار شهرستان ری، طور خدا آقای استاندار، مسئولین طور خدا به داد تولید برسید. والله بالله سینه‌اش داره میتره که همشون برام پستون میشن. من از شما خواهش میکنم به فکر برق باشید، یه کاری بکنید. من چی بگم دیگه، نمیدونم الان چی بگم. والله طور خدا یه کاری کمک کنید.